قصه روباه و لکلک. روزی روزگاری در یک دشت زیبا یک روباه زندگی می کرد که رفتار خوبی نداشت. یک لکلک در نزدیکی خانه روباه زندگی می کرد. روباه همیشه لکلک بیچاره رو به خاطر چهرش و پاهای بلندش مسخره می کرد. یک روز روباه نقشه‌ای کشید که بتونه کاری کنه تا لکلک حسابی ناراحت بشه و خجالت بکشه. اون رفت پیش لکلک و گفت: او لکلک جون، دوست عزیزم، آیا افتخار میدی که امشب شامت رو با من بخوری؟ روباه با خودش لبخند زد و داشت به نقشه بی‌ادبانه‌اش فکر میکرد. لکلک کمی تعجب کرد اما خیلی خوشحال شد. اون دعوت روباه رو قبول کرد و موقع شام به خونه روباه رفت. لکلک واقعاً گرسنه بود و آماده بود که کلی غذا بخوره. روباه با کلی قشقرق و سر و صدا یک ظرف سوپ سر میز آورد. ولی کاسه سوپ خیلی کم عمق بود. لکلک بیچاره فقط میتونست سر نوکش رو داخل کاسه ببره. اون اصلا یه قطره از سوپ رو هم نتونست بخوره. روباه با خیال راحت از کاسه سوپش سر میکشید و با اشتها میگفت: عجب سوپ خوشمزه‌ای، من واقعا دارم از طعم این سوپ لذت میبرم. لکلک کمی از رفتار روباه ناراحت شد. لکلک بیچاره با اینکه خیلی گرسنه بود ولی اصلاً از اون افرادی نبود که سریع کنترل خودشونو از دست میدن و عصبانی میشن. بنابراین با مهربانی از دعوت روباه تشکر کرد و از اون پرسید: آیا من میتونم برای جبران زحماتت فردا شب تو رو برای شام دعوت کنم؟ روباه دعوت لکلک رو پذیرفت. فردا شب روباه به موقع به خانه لکلک رسید و منتظر نشست تا غذا آماده بشه. لکلک از آشپزخونه بیرون اومد. ناگهان بوی خوش ماهی کبابی توی فضا پخش شد. آب از لب و لچه روباه به راه افتاد. ولی چه فایده؟ لکلک ماهی ها رو توی گلدونای بلند گذاشته بود که تازه خیلی هم باریک بودن. لکلک به راحتی نوک بلند خودش رو داخل گلدون برد و با لذت شروع به خوردن کرد. ولی تنها کاری که روباه میتونست انجام بده این بود که به گلدون خیره بشه و فقط از بوی ماهی کبابی لذت ببره. اون واقعا از این کار عصبانی شد. اما لکلک بلند شد و با مهربونی گفت: روباه عزیز، باید یاد بگیری با مردم همون جوری رفتار کنی که دوست داری باهات رفتار کنن، مگه نه؟